استارت. آروم از روی زمینمون رد میشیم. نگاه بکنید خیلی واضح. ببینید این فلزمون هستش که با اون دقت دستگاه بهمون تصویر تنظیم کردیم، آماده به کار هستش و این بار میخوایم در قسمت اسکن دستگاه کار بکنیم و ببینیم تصویری که میده بهمون از فلز به چه شکلی هستش. البته قابل توجه دوستانی که توی سایت و کانالمون نظر گذاشته بودن، کامنت گذاشته بودن که هیچ دستگاهی وجود نداره تا بتونه از فلز جدید تصویر بگیره و باز دستگاهی پالسی هم نمیتونن تصویر واضح از فلز نشون بدن و اون اسکنی هم که عکس اسکنی هم که تو سایت قرار داده بودیم اکثر در واقع خریداران گفته بودن که دستگاهی ساخته نشده تا همچین تصویری ارائه بدن. خب الان میخوایم اسکنمون رو انجام بدیم، ببینید تصویری که میده به چه شکلی هستش. خب زحمت بکشین استارت کار رو بزنیم و شروع به حرکت بکنید. خب استارت. آروم از روی زمینمون رد میشیم. حدود 1 ماه پیش فلز مسی به ابعاد تقریبا 80 سانت، لوله مسی به ابعاد 80 سانت قرار دادیم در عمق 60 سانتی متری. خب حالا تصویر دستگاهی که داده بهمون نگاه بکنید خیلی واضح. حالا ببینیم فلزمون چیه. خب زحمت بکشیم بکنید زمینمون. این دستگاه با تمامی دستگاهایی که تصویر میدن نرم افزارش فرق داره و مختص خودشه. نرم افزار هک شده نیستش که در واقع معمولا نرم افزار ویژوالایزر هستش که روی دستگاه ها نصب میکنن، به اون حالت نیستش. خودش نرم افزار داره و اختصاصی خودش هستش و باز تصویری هم که میده خیلی واضح و با دستگاه دیگه خیلی تفاوت داره و فقط تصویر فلز، اسکن فلز رو میتونیم باهاش انجام بدیم. ببینید این فلزمون هستش که با اون دقت دستگاه بهمون تصویر داد. خب حالا میرم دوباره تصویر دستگاه مشاهده بفرمایید. ببینید با وضوح بسیار بالا که از بچهای پشتیبانی هم خواهش میکنیم که همین تصویر رو که ذخیره شده هستش بالای فیلمم نمایش بدن تا کامل به تصویر دقت بکنید و به کارهای بالای دستگاه پی ببرید. و این نکته رو عرض کنم خدمتتون که این دستگاه براش فرق نداره که چه مس باشه چه طلا باشه، تصویر میده بهتون و در حالت بعدیش تفکیک میکنین که ببینید فلزتون با ارزش هستش یا بی ارزش. خب موفق و پیروز باشید.